آموزش یک تابلو میلیونی زیبا و پرطرفدار که میتونی تو خونه باش کسب درآمد کنی و میلیونی پول در بیاری. تنها چیزی که من ازت میخوام یک لایک ساده است. اول با چسب کاغذی دور تا دور دایره ها رو چسب میزنیم، خمیر تکسچر رو ورز میدیم و با کاردک روی بوم پخش میکنیم و بهش فرم میدیم. بعد از چند دقیقه چسب دور خمیر رو برمیداریم. حالا نوبت رزینه. رزین و هاردنر رو اندازه میگیریم و با رنگ پودری به کریستال اضافه میکنیم و به هم میزنیم و روی بوم میریزیم. وسط کار را با رنگ دلخواهمون رنگ میزنیم و روی اون اکریل میریزیم. وقتی خمیر خشک شد روی خمیر را با ورق طلای مایع رنگ میزنیم و آیه قرآنی رو هم میچسبونیم و تمام. حالا سیوش کن تا گمش نکنی. اگه از این آموزش راضی بودی 3 تا قلب قرمز برام کامنت کن. راستی پیجمو فالو داشته باش چون کلی آموزش رایگان و خوب برات دارم.